توی شروع داستان آناستازیا رو می‌بینیم که شریک جنسیش یعنی کریس پسری است که علاقه شدیدی به شکنجه‌های جنسی داره و از بیماری سادیستی رنج میبره. آناستازیا به خاطر این مشکلات از کریس جدا شده و رابطه‌شون رو پایان داده. حالا اون به دنبال پیدا کردن یک شغل جدیده تا زندگیش رو تغییر بده. روز اول کاری که به عنوان سردبیر به یک شرکت میره، دسته‌گل رز سفیدی رو دریافت میکنه که از طرف کریس است. رئیس اون فردی به نام جک هست که به نظر مؤدب و خوش برخورد میاد. عصر اون روز آناستازیا به نمایشگاه دوستش میره که متوجه میشه تعدادی از عکس‌های گالری تصویر خودش هستن. دوستش میگه که همه عکساش توسط یک نفر خریداری شده. همون موقع کریستیان بهشون نزدیک میشه و میفهمه که خرید کار اون بوده، ولی آناستازیا دیگه نمیخواد که تن به بازی‌های خشن و جنسی کریس بده. اون شب شام رو با هم میخورن. آناستازیا میگه که دیگه علاقه‌ای به ادامه رابطه نداره. اما کریس میگه که بدون اون نمیتونه زندگی رو ادامه بده و قصد داره که هر جوری شده رفتارهاش رو تغییر بده و تقاضا میکنه که اون برگرده. در ادامه اون رو تا در خونه میرسونه و یک جعبه هدیه شامل یک گوشی، یک لپتاپ و سویچ یک خودرو بهش هدیه میده. روز بعد رئیسش جیک پیشنهاد یک ملاقات توی کافه میده برای بعد از ظهر. اون روز کریس هم توی کافه ظاهر میشه و احساس حسادتش گل میکنه. بعد از ملاقات و بیرون رفتن آناستازیا بهش میگه که اونها از هم جدا شدن و نباید دنبالش بیاد و در ادامه میگه که جک فقط باهاش رابطه تجاری داره و نه بیشتر. کریس که حسابی پول داره میگه که قصد داره کل اون شرکت رو بخره تا خودش رئیس بشه. آناستازیا نمیتونه در مقابل جذابیت کریس بی تفاوت بمونه و باز هم مطیع اون میشه. ولی شرط میذاره که باید یک عشق دو طرفه و واقعی داشته باشن بدون رفتارهای جنسی خشن و در ادامه اون شب رو با هم میگذرونن. صبح روز بعد هر دو بیدار میشن و برای صبحونه به کافه میرن و در ادامه کریس اون رو به یک مهمونی دعوت میکنه. قبلش اون رو میفرسته به یک سالن زیبایی. اونجا میبینه که این سالن توسط زنی به نام النا اداره میشه، کسی که عامل بروز رفتارهای جنسی و بیمارگونه کریس هست. آناستازیا از اونجا خارج میشه و میگه که کریس نباید هیچ رابطه‌ای با النا داشته باشه. آناستازیا توی دفتر متوجه میشه که کریس قبل از اون هم با دخترای دیگه رابطه جنسی بیمارگونه داشته، ولی کریس اون رو متقاعد میکنه که اون براش با همه فرق داره و واقعا عاشق شده. یک آرایشگر دیگه آناستازیا رو برای شب مهمونی آماده میکنه و لباس رو بهش میپوشونه. شب مهمونی فرا میرسه. یک مراسم خیلی باشکوه. اون شب آناستازیا توی حراجی نیست یک وسیله گرون قیمت رو میخره. بعد از اون هم هر دو به اتاق خواب میرن و با هم رابطه برقرار میکنن. اون شب آناستازیا توی دستشویی با مادر کریس روبرو میشه که بهش میگه کریس رو ترک کنه چون اون هرگز تغییر نمیکنه. بعد از مهمونی هر دوشون به خونه برمیگردن و استراحت میکنن. روز بعد آناستازیا سر کار میره و متوجه میشه که باید با رئیسش به یک سفر کاری به سمت نیویورک بره. وقتی این موضوع رو به کریس میگه اون کاملا مخالفت میکنه. اون شب با کریس صحبت میکنه و توضیح میده که این فقط یک سفر کاری و برای پیشرفتش لازمه. کریس در نهایت قبول میکنه ولی ازش میخواد که حسابی مراقب باشه. روز بعد وقتی آناستازیا و جک توی دفتر تنها میشن، جک شروع میکنه به اذیت کردنش و قصد داره بهش تجاوز کنه. همون موقع آناستازیا با لگد اون رو میزنه و فرار میکنه و میره پیش کریس. کریس تصمیم میگیره که بره سراغش تا حسابی ادبش کنه، ولی آناستازیا ازش میخواد تا آروم بمونه و ازش تشکر میکنه که همیشه حواسش بهش هست. چند روز بعد اون سر کار میره و حالا دیگه خودش شده رئیس شرکت و جلسات رو خودش برگزار میکنه. توی یکی از جلسه های کاری با یک نویسنده تازه کار همکاریش رو شروع میکنه که باعث میشه این ریسک پذیریش نتیجه خوبی براش داشته باشه. شب این موفقیت اونها به رستوران میرن و جشن میگیرن و از کریس بابت همه حمایت‌هاش تشکر میکنه. حالا دیگه اون سردبیر اصلی شرکت هست و به موفقیت خوبی رسیده. یک روز وقتی آناستازیا میره به خونه قبلیش تا وسایلش رو برداره، یک دختر مسلح که متوجه میشه دوست دختر سابق کریس هست اون رو تهدید میکنه. همون موقع کریس داخل میاد و ازش میخواد که آروم باشه و در نهایت اسلحه رو میگیره و ازش میخواد که زانو بزنه و عذرخواهی کنه.
آناستازیا که نمیخواد مثل اون دختر تبدیل به برده کریس بشه از اونجا دور میشه. شب آناستازیا به خونه میاد و میگه که نمیخواد تبدیل بشه به یک برده و میگه که باید به رابطهشون پایان بدن. کریس نمیخواد هیچ جوره اون رو از دست بده و جلوی زانو میزنه و ازش طلب بخشش میکنه و داستان تلخ کودکیشو براش تعریف میکنه. اون میگه که پدرش معتاد بوده و اون رو اذیت میکرده و مادرش هم در 4 سالگی مرده. کودکی سخت اون باعث بروز این مشکلات روحی و جسمی شده. آناستازیا به خاطر صداقتی که داره اون رو میبخشه و تصمیم میگیره که باهاش بمونه. اون شب کریس ازش درخواست ازدواج میکنه ولی آناستازیا میگه که به زمان بیشتری احتیاج داره. آناستازیا با خواهر کریس تماس میگیره تا تاریخ تولد کریس رو بپرسه و در ادامه هدیه‌ای براش میگیره. کریس که برای یک سفر رفته بود، هلیکوپترش موقع برگشت دچار حادثه میشه. دوستان و خانواده کریس توی خونه جمع میشن و همگی نگران حال اون هستن و اخبار رو دنبال میکنن. اون شب میبینیم که کریس از اون حادثه زنده مونده و به خونه برمیگرده و همه خوشحال میشن. آخر شب نیز همگی اونجا رو ترک میکنن. آناستازیا میگه که خوشحاله که آسیب ندیده و بهش تولدش رو تبریک میگه و هدیه رو بهش میده. یک سرسیوچی با حرف یس، یعنی موافقه با ازدواجشون. فردا اونها به جشن تولد میرن. کریس همه رو جمع میکنه و خبر ازدواجش با آناستازیا رو اعلام میکنه. همه افراد به اونها تبریک میگن. اون شب آناستازیا با النا ملاقات میکنه و بهش میگه که برای همیشه از زندگی کریس خارج بشه. اونها با هم بحث میکنن که در نهایت آناستازیا روی صورتش نوشیدنی میریزه و اون رو بیرون میکنه. کریس اون رو بغل میکنه تا به اتاقی ببره تا سورپرایزش رو نشون بده. اون توی یک اتاق پر از گل به صورت رسمی از آناستازیا درخواست ازدواج میکنه و اون شب همگی با هم جشن میگیرن. اینجا داستان ما تموم میشه. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. منتظر ویدیوهای جدید از کانال فیلمولوژی باشید.